سلام و وقت بخیر. جو بایدن طرح خروج نیروهای آمریکایی را با رئیس جمهور محمد اشرف غنی شریک می‌کند. وحید عمر مشاور رئیس جمهور میگوید حکومت افغانستان از هر تصمیم ایالات متحده مبنی بر خروج عساکرش احترام می‌کند. دکتر محمد نعیم سخنگوی سیاسی طالبان میگوید اشتراکشان در کنفرانس‌های مربوط به صلح افغانستان مشروط بر خروج سربازان آمریکایی میباشد. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته است سربازانش را در اول می از افغانستان بیرون نمی‌کند. گنوما میگوید در 3 ماه گذشته 573 فرد ملکی در افغانستان شهید و 1210 تن مجروح شدند. در گزارش یونما نگاشته شده که گراف تلفات ملکی نسبت به سال گذشته 29% افزایش یافته است. انجمن جهانی علمای مسلمان میگوید جنگ جاری در افغانستان مسلمان کشی است و باید متوقف شود. این نهاد از طرفهای درگیر خواسته که به احترام ماه مبارک رمضان از جنگ دست بکشند. و مقامات از کشف و ضبط 700 کیلوگرم مواد انفجاری که از پاکستان به افغانستان انتقال می‌یافت خبر می‌دهند. مسئولین میگویند که این مواد در طورخم از سوی نیروهای امنیتی کشف و ضبط شده است.